آتش جنگ میان حماس و اسرائیل 2 روز باز خاموش نشده است. درگیری صبح 7 اکتبر اینگونه شروع شد. گروه حماس از نوار غزه به طرف شهرهای اسرائیل هزارها موشک سر داد و بعدا نیروهای حماس سیمخوارها را شکسته مرز اسرائیل را عبور کردند. از آن طرف ارتش اسرائیل نوار غزه را بمباران کرد. نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش در حالت جنگی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو تهدید کرد که ظرفیت‌های نظامی و حکومتی گروه حماس را نابود می‌کند. گروه حماس در اظهارات گفت دوره سرکوبگری و بی‌جزا ماندن گذشته است و تصمیم گرفته که به تمام جنایت‌های به گفتش اصطلاحگران خاتمه دهد. این جنگ تا این دم از هر دو طرف صدها کشته بر جای گذاشته است. تا نیمه روز 8 اکتبر مقامات اسرائیلی شماره کشته شده ها را در این کشور 350 و مجروحان را 1800 نفر اعلام کردند. وزارت تندرستی فلسطین شماره قربانیان را در این طرف جنگ بیش از 300 و زخمیان را قریب 2000 گفت. این آمار می تواند هر لحظه زیاد شود. بجز از کشته و زخمیان، نیروهای حماس چندین نظامیان و شهروندان ملکی اسرائیل را گروگان گرفته است. صحیفه سفارت اسرائیل در آمریکا تعداد اسیران را قریب 100 نفر گفت. سازمان ملل گفته است نه کمتر از 20,000 فلسطینی در پی این درگیری مجبور شدند خانه‌های خود را ترک کنند. با وجود دعوت‌ها به پایان درگیری، آتش جنگ همچنان علنگه می‌زند.